کلاس درس. نزدیک، دور، نزدیک، دور، می رود، می آید، می رود، می آید، زیبا، زشت، زیبا، زشت، جدید، قدیمی، جدید، قدیمی، بزرگ، کوچک، بزرگ، کوچک، اسم دوست من نیماست. نیما اهل تبریز است، اما در تهران زندگی می کند. من و نیما شاگرد مدرسه سعدی هستیم. مدرسه سعدی نزدیک خانه ماست، اما از خانه نیما دور است. نیما با ماشین به مدرسه می آید. اسم معلم ما آقای محمدی است. آقای محمدی خیلی مهربان است. من او را دوست دارم. اسم دوست من نیماست. نیما اهل تبریز است، اما در تهران زندگی می کند. من و نیما شاگرد مدرسه سعدی هستیم. مدرسه سعدی نزدیک خانه ماست، اما از خانه نیما دور است. نیما با ماشین به مدرسه می آید. اسم معلم ما آقای محمدی است. آقای محمدی خیلی مهربان است. من او را دوست دارم. این تصویر یک مدرسه در ویتنام است. این مدرسه زیبا روی آب است و 4 کلاس دارد. کنار این مدرسه 2 قایق است. دانش آموزان ویتنامی با قایق به مدرسه می روند. آیا شما دوست دارید شاگرد این مدرسه باشید؟ این تصویر یک مدرسه در ویتنام است. این مدرسه زیبا روی آب است و 4 کلاس دارد. کنار این مدرسه 2 قایق است. دانش آموزان ویتنامی با قایق به مدرسه می روند. آیا شما دوست دارید شاگرد این مدرسه باشید؟ تعجب نکنید. اینجا کلاس درس است. دانش آموزان این مدرسه یک درس جدید دارند. درس خواب. درس خواب معلم ندارد. در کلاس خواب دانش آموزان روی میزها خواب هستند و کیف، کتاب
و دفتر آنها زیر میز است. شاگردهای این مدرسه عاشق کلاس خواب هستند. تعجب نکنید. اینجا کلاس درس است. دانش آموزان این مدرسه یک درس جدید دارند. درس خواب. درس خواب معلم ندارد. در کلاس خواب دانش آموزان روی میزها خواب هستند و کیف، کتاب و دفتر آنها زیر میز است. شاگردهای این مدرسه عاشق کلاس خواب هستند. مدرسه کالو یک مدرسه ایرانی خیلی کوچک در یک روستای خیلی کوچک است. روستای کالو نزدیک شهر بوشهر است. این مدرسه یک معلم، یک کلاس و 5 دانش آموز دارد. آقای عبدالرحمن شعرانی معلم این مدرسه است. اسم شاگردهای آقای شعرانی حمیده، پریسا، مهدی، محمدرضا و سمانه است. این 5 دانش آموز در روستای کالو زندگی می کنند. مدرسه کالو یک مدرسه ایرانی خیلی کوچک در یک روستای خیلی کوچک است. روستای کالو نزدیک شهر بوشهر است. این مدرسه یک معلم، یک کلاس و 5 دانش آموز دارد. آقای عبدالرحمن شعرانی معلم این مدرسه است. اسم شاگردهای آقای شعرانی حمیده، پریسا، مهدی، محمدرضا و سمانه است. این 5 دانش آموز در روستای کالو زندگی می کنند.